It appears that there is more and more fire and smoke enveloping the very top of the building, and as fire crews are descending on this area, it does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. I did not see a plane go in. That just exploded. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. Our military is powerful, and it's prepared. Our emergency teams are working in New York City and Washington, D.C. to help with local rescue efforts. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks. همه جا چراغ‌ها خاموش است به جز آمریکا. مهمترین بازتاب حوادث پس از 11 سپتامبر در سینمای غرب به موضوع جنگ و اشغالگری آمریکا و نیروهای ناتو در عراق و افغانستان اختصاص داشت. در واقع این دومین موج سینمایی عمده دهه نخست از هزاره سوم میلادی بود. این موج که از سالهای 2000 میلادی به بعد خود را نشان داد، خیلی زود بر سایر جریانات سینمایی غرب غلبه کرد و پس از سینمای آخرالزمانی به جریان دوم سینمای آمریکا بدل گردید تا جایی که جوایز اسکار و گلدن گلوب و مانند آن را نیز به خود اختصاص داد. در جنگ‌های پیشین ایالات متحده آمریکا علیه بشریت مانند جنگ ویتنام یا جنگ کره، پس از پایان فیلم‌های سینمایی مربوط به جنگ‌ها ساخته و نمایش داده می‌شدند. اما موج فیلم‌های سینمایی درباره جنگ‌های عراق و افغانستان در هنگامه رخدادشان به وجود آمد و گسترش یافت. بنا به گفته ایدئولوژهای صهیونیست آمریکا، قرار نبوده و نیست که بر جنگ و تجاوزات عراق و افغانستان پایانی تصور شود. گویا این بار قرار است فیلم و سینما نقش دیگری به جز تاریخ نگاری و ثبت وقایع بازی کند و به نوعی گرم نگه دارنده شعله اشغال و جنگ باشند. بر همین اساس فیلم هایی که درباره اشغال افغانستان و عراق و جنایات آمریکایی ها و نیروهای متحد آنان ساخته شد، اغلب در توجیه حضور آمریکا و متحدانش در آن دو کشور برای جلوگیری از رشد تروریسم و خشونت و کشتار جلوی دوربین رفتند. به هر حال موج فیلم‌های جنگی هزاره سوم پس از گذشت 3 سال و نیم از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و متحدانش به تدریج به وجود آمد. کلید اول را روزنامه‌نگار آمریکایی به نام دوبرا اسکرانتون زد که مستندی سینمایی به نام The War Tapes ساخت. دوبرا اسکرانتون ابتدا بنا بود به عنوان خبرنگار به جبهه عراق اعزام شود، اما ترجیح داد که توسط 3 سرباز اعزامی فیلمی مستند تهیه کند و وقایع جنگ را از دریچه چشم این 3 سرباز نشان دهد. در گام دوم فیلمی داستانی به نام خانه شجاعان در بیان روحیات سربازانی ساخت که از جنگ عراق برمیگشتند و جامعه چندان توجهی به آنان نشان نمیداد. این فیلم نسبت به سربازان بازگشته از جنگ و مشکلات روحی روانیشان دیدگاهی غمخوارانه ارائه می‌کرد، اما نسبت به حضور ارتش آمریکا نگاه منفی نداشت. چندی بعد در فوریه 2007 فیلمی بر پرده چند سینمای محدود آمریکا نقش بست که روایتی تکان دهنده از حضور آمریکا را در عراق به تصویر می‌کشید. فیلمی به نام موقعیت ساخته فیلیپ هاس. این فیلم تصویری خشن از اشغالگری آمریکایی‌ها را در عراق و در برخورد این نیروها با نوجوانان عراقی ارائه می‌دهد و در عین حال نگاهی حمایتگرایانه نسبت به عکس‌العمل بومیان در مقابل اعمال غیرانسانی ارتش آمریکا دارد. این فیلم با تحقیقات یک خبرنگار آمریکایی ادامه می‌یابد که قصد دارد برداشتی بی‌طرفانه از حضور ارتش‌های اشغالگر در عراق به مخاطبانش القا نماید. این خبرنگار با وجود دوستی با یکی از مسئولان سازمان سیا در عراق به نتیجه تکان دهنده‌ای از اشغال عراق توسط هموطنانش میرسد. این فیلم
اکران بسیار محدودی تنها در آمریکا داشت و در هیچ کشور دیگری به نمایش عمومی در نیامد. پس از آن ریداکتد اثر برایان دی پالما شبه مستند هوشمندانه‌ای بود از جنایات سربازان آمریکایی در عراق. در این مستند خشونت میلیتاریستی نظامیان آمریکایی در رابطه با مردم سرزمین اشغال شده تا حدودی به نمایش در می‌آید. واقعیات انکارناپذیری که بخشی از آن در مقاله یک استاد جامعه شناسی و مدیر هیئت علمی دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه استونی بروک در مجله معتبر آلترنت با عنوان آمریکا هر ماه 10,000 عراقی را می‌کشد منعکس شد. به خاطر این مستند برایان دی پالما از هالیوود اخراج شد و در جامعه آمریکا یک خائن شناخته شد. اما در مقابل و در همان سال فیلم‌هایی مانند قلمرو ساخته پیتر برگ به طور وسیعی به نمایش در می‌آید. نگاه افراطی و نژاد پرستانه یک کابالیست به آنچه که آن را تروریسم اسلامی می‌خواند. فیلمی که در هزاران سالن سینما در سراسر دنیا به نمایش عمومی درآمده و در ده‌ها جشنواره جوایز متعددی دریافت کرده و تحسین‌های بسیاری نثارش گردیده است. باز در همان سال فیلم شیرها برای بره‌ها اثر رابرت ردفورد به نمایش در می‌آید. این فیلم درباره لشکرکشی ایالات متحده به افغانستان است و تحریک احساسات جوانان آمریکایی را نشان می‌دهد. آنها هنوز نتوانستند حضور سربازان آمریکایی را هزاران مایل دورتر از خاک وطن برای خود حذف کنند. این فیلم نشان می‌دهد ایالات متحده برای حضور در میادین مقابله با تروریست‌ها از قربانی کردن جوانانش برای نجات جهان و وجود پدیده تروریسم ناگزیر است. هرچه سینمای جنگ پس از 11 سپتامبر پیشتر رفت، بیشتر به اهداف طراحان دو جنگ در عراق و افغانستان نزدیک شد. نمونه این نزدیکی دو فیلم پیغام‌آور اثر اورن مورمندر سال 2009 و منطقه سبز اثر پل گرینگراستر سال 2010 بود که از متفاوت‌ترین فیلم‌های ساخته شده درباره حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه به حساب می‌آیند. این فیلم‌ها بیشتر با وجه استراتژیک شناخته شدند، به این مفهوم که موضوع جنگ و اشغال را فراتر از موضوعات معمول به تصویر کشیدند. ضمن اینکه با لحنی دوگانه هم تلاش کردند مخاطب مخالف جنگ را راضی نگه دارند و هم ایالات متحده را از زیر بار گناه اشغال و جنگ به در ببرند. و بالاخره اوج سینمای جنگ و اشغال پس از 11 سپتامبر، فیلم محفظه رنج ساخته کاترین بیگلو در سال 2010 که در فضای پروپاگاندای این تجاوز و اشغالگری جوایز اصلی اسکار را نیز دریافت کرد. کسی که 2 سال بعد با فیلم 30 دقیقه پس از نیم شب درباره داستان شکار بن لادن بار دیگر در سطح اول رسانه‌های هالیوودی و اسکار مطرح شد. برو بگیرش! برو جلوشو بگیر! زمین! بزنش! نمیکنم بزنمش! در کنار این فیلم‌ها میتوان به آثاری اشاره کرد که در تصویری به شدت تحریف گرایانه زندان‌های معروف و مخوف گوانتانامو و ابو غریب را در کادر دوربین قرار دادند.
آنگونه که در آنها با زندانیان به شدت انسانی و ترحم‌آمیز رفتار می‌شود، اما در مقابل زندانیان جز از توحش و خشونت و سبوعیت بویی نبردند. از جمله این فیلم‌ها می‌توان به کمپ ایکس ری به کارگردانی پیتر ساتلر در سال 2014 اشاره کرد. این فیلم به زندان گوانتانامو می‌پردازد. نگاه باغ وحشی نهایت تصویری است که فیلمساز لایق زندانیان یا به قول او تروریست‌های زندانی در این سیاه‌چال‌ها می‌داند. در فیلم کمپ ایکس ری بندی از گوانتانامو را می‌بینیم که در آن گروهی از مسلمانان متهم به همکاری با تروریست‌ها نگهداری می‌شوند و از جمله نگهبانان آن بند دختری است به نام کول. او مأموریت دارد از این افراد مراقبت کند. یکی از این تروریست‌ها به نام علی که متاسفانه نقشش را هم پیمان معادی ایفا می‌کند، اهل آلمان است و سعی می‌کند با کول ارتباط برقرار کند. فیلم چهره‌ای بسیار مثبت و متین و مطلوب از زندان گوانتانامو نشان می‌دهد و هیچگونه بدرفتاری، شکنجه و برخوردهای تند و خشونت‌آمیز در آن دیده نمی‌شود. تنها رفتار تند در مقابل رفتار اهانت‌آمیز علی اعمال می‌شود که تنبیهش انتقال او به سلول دیگری است. بهداشت مناسب، غذاهای با کیفیت و استریل، وسایل ورزشی، حمام و کتاب و بسیاری دیگر همه از امکاناتی است که در این زندان مخوف وجود دارد. تنها خشونت طلبان زندان همان زندانیان مسلمان هستند که در میانشان برخلاف همه اسناد و واقعیات موجود یک ایرانی نیز به چشم می‌خورد. مسلمانان فحش می‌دهند، حتی می‌کنند، به هم می‌ریزند، درگیر می‌شوند و نگهبانان آمریکایی در مقابل با کمال متانت و آرامش برخورد می‌کنند. اگر رفتارهای خشنی از سوی سربازان هم باشد، کاملا شخصی است و حتی در دادگاه مورد بازخواست قرار می‌گیرد. فیلم دیگری که درباره سیاه‌چال‌های غرب و آمریکا و این بار زندان ابو غریب ساخته شد و به تحریف این سیاه‌چال‌ها و هویت زندانیان آنها می‌پردازد، فیلم پسران ابو غریب ساخته لوک موران در سال 2014 است که خشونت زندانبانان را در قبال تروریسم افسارگسیخته توجیه می‌کند. فیلم دیگری با نام تحت تعقیب ترین مرد ساخته آنتون کوربین ماجرای تروریستی دیگری را به مسلمانان نسبت می‌دهد که در آلمان و توسط سرویس اطلاعاتی این کشور مورد پیگیری قرار گرفته است. مسلمانی چچنی به نام عیسی مظنون به بمبگذاری طعمه قرار می‌گیرد تا ارتباط بازرگان و تاجری مسلمان به نام فیصل عبدالله که متاسفانه نقش وی را نیز بازیگر دیگر ایرانی یعنی همایون ارشادی ایفا می‌کند با تروریست‌ها کشف شود. Perhaps this is a joke. You have added a zero to test me. The figure is correct. Allahu Akbar. اما سرانجام به فیلم تک‌تیرانداز آمریکایی میرسیم. فیلمی که میتوان آن را اساره و نمونه همه تحریفاتی دانست که سینمای هالیوود در طول تاریخش انجام داده است تا به واسطه آن همه جنایات و تجاوزات وحشیانه ارتش آمریکا در کشورهای دیگر را توجیه کند. تک‌تیرانداز آمریکایی آخرین ساخته کلینت ایستوود در مراسم اسکار 2015 نامزد دریافت 6 جایزه اسکار بود و یکی از آنها را نیز دریافت کرد. این فیلم روایتگر داستان زندگی کریس کایل، تک‌تیرانداز جنایتکار آمریکایی است که طبق آمار حدود 200 زن و مرد و کودک عراقی را با تیر مستقیم به قتل رسانده است. فیلم با توجیه عملکرد وی در کشتار بیگناهان غیر نظامی در عراق وی را یک قهرمان بزرگ نمایش می‌دهد.